روز دو نفر دوست به سفر برآمدند. آنها در راه صحبت کرده می رفتند. ولی ناگاه بر سر یک مسئله با هم اختلاف کردند که یکی از آنها آن دیگری را یک شپلاق سخت زد. دوست شطه خورده در جایش نشسته ماند و بر روی خاکهای کنار راه نوشت: امروز بهترین دوستم مرا زد. بعد از چند لحظه آنها به راهشان ادامه دادند تا اینکه به یک حوض آب رسیدند. هنگامی که می‌خواستند از حوض آب بنوشند، ناگهان دوستی که شطه خورده بود پایش لغزید و به داخل حوض غلتید و چون شنا کرده نمی‌توانست نزدیک بود که غرق شود. اما دوستش خود را به آب انداخت و او را نجات داد. بعد از کمی استراحت شخص نجات یافته کاردش را از غلاف گرفت و بر روی سنگ کلان چنین تراشید: امروز بهترین دوستم جان مرا نجات داد. دوستش با تعجب پرسید: چرا آنگاه که شپلاق زدم بر روی خاک نوشتی ولی حالا باشد با رنج و سختی بر روی سنگ می نویسی؟ او لبخند زد و گفت: وقتی کسی ما را آزار می دهد باید روی خاطره خاکی امان بنویسیم تا اینکه باران بخشش آن را ناپدید گرداند. ولی اگر کسی به ما خوبی و مهربانی کرد باید آن را روی سنگ خاطره امان بتراشیم تا هیچگاه فراموش نکنیم.